امروز امتحان داریم و من هیچ درس نخوندیم. اگر نمره کم بگیرم پدرم مرا در خانه زندانی میکنه. خفه نباش لیلا، میتوانیم کاری کنیم که حتی بدون درس خوندن هم نمره خوب بگیریم. واقعا؟ چطوری؟ لطفاً بگو. خب میگم برات، من یک نقشه دارم، تو فقط یک چند روپه بدی من با خوش خودم حل میکنم. پول؟ برای چی؟ به یکی فرشته همسنفی ما در سارا خوب میخوانه، با او کمی پول بدیم شاید جوابها رو به ما نشان بده. سارا، این کار درست است؟ رشوه دادن؟ لیلا، دنیا با اساس پول میچرخه. این کار فقط یک کمک خرد است. فکر کو برای آینده خود سرمایه گذاری بکن. خب من هیچ وقت این کار انجام ندادم، اما شاید این تنها را باشد. چقدر پول باید بدم؟ فقط پول کمی برای نان چاش. سلام فرشته، امروز آماده هستی برای امتحان؟ بله، تا دیر وقت درس خواندم. شما چطور؟ فرشته خوب، ما یک پیشنهاد دارم برات. فکر میکنم میتوانیم به هم کمک کنیم. چه قسم کمک؟ اگر تو در امتحان امروز برای ما کمک کنی ما هم به تو یک چیزی میگیم. منظورتان چیست؟ شما میخواید من تقلب کنم؟ نه، نمیتونم. فرشته فکر که ما فقط میخواهیم همه نمره خوب بگیریم. تو خود دست نداریم ما در امتحان ناکام شویم. درست نمیگم؟ نه، این کار درست نیست. من هیچ وقت این کار را انجام نمیتونم. شما نباید قسم فکر کنید. حق با تو فرشته، من بیخی احساس خوبی در این باره ندارم. خب بفکر، اگر فرشته کمک نمیکنه ما خود مشورهش میکنیم. تو شاید بهتر است از این به بعد درس بخونیم. بله لیلا، فکر کنم درس خوبی برای ما داد.